رجبالی اودینایف رئیس یکی از شرکت‌های اساسی وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان یعنی امید 88 دیروز از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به 24 سال زندان محکوم شد و او طوری که وکیلان مدافعش میگویند به 8 ماده کودکس جنایی عیبدار دانسته میشد. اما در میان این 8 ماده که عیبدار دانسته میشد تنها یکی را اعتراف کرد که این هم ماده 170 یعنی دوزنگی یا سرزنگی است که و جزای این هم 1000 نشان دهنده که یکی از نشان دهنده 50 سامانی از مجازات می شده است و یا 2 سال شرطاً محکوم به زندان می شده است. اما در مورد ماده های دیگر رجبالی اودینایف در صحبت با وکیلان مدافعش گفت است که گناه را به گردن نمیگیرد و ضمن سخنی آخرینش گفت است که هیچ گناهی را به گردن نمیگیرد و آماده است که اون قرض 171 میلیون سامانی که از طرف وزارت مالیه به گردن آن زده شد توان پرداختنش را دارد و اگر با او این شرایط و این امکانیت داده شود. وکیلان دفاع رجبالی اودینایف گفتند که در حکم صادر شده علیه زیر حمایتشان مصادره مال و ملک ثبت نشده است. مردک حوزی ایموشتواش همش میرسه. خیمو بگیم نمیرسه مایلش. خیمال امکانیت بتن ببروید یکون جو نگرفته. دامی شهری خودش میگیره چیزوش همه بشه کارت شنول میکنه ایگرفته میشید بر وقت میگرفت. رجبالی اودینایف به دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری و غیر قانونی استفاده نمودن مبلغ‌های کردیتی متهم می‌شد. دادستان از دادگاه خواسته بود که رجبالی اودینایف را به 25 سال زندان که سخت‌ترین حکم به حساب می‌رود محکوم کند. ما همین راهبرای دولت همین چی خواهش میکنیم که یک چاره نقض بینن، یک حکمی نو، یکون چی نو بتن خیلی مردک یگون چی نداره. 24 سال بعد هم میگم من فرزندای نابالغ دارم. رجبالی اودینایف از ماه اکتبر سال 2017 به این طرف در بازداشت است. او را به نپرداختن 171 میلیون سامان پول ساختمان نیروگاه راغون که وزارت مالیه از سال 2015 همچون قرض به شرکت او داده است متهم میشد. امید نداشتیم که ما به این درجه رو میرسند. خیلی چاکنیم. ایدستی ما چی میآید؟ یک مردک مهنتی بود. آخر رایون مسکوفسکی را همدانی را پاک زد به تامین تغییر سوغور خانه رسوند. تمام چی را داره، هم حرکت شرعی داره. ایدیبک ابراهیموف مدیر شرکت امید 88 نفر دیگری متهم در این پرونده به 22 سال زندان محکوم شد. ابراهیموف نیز از روی ماده‌های دزدی مالکیت دولتی از خودکنی یا اسرافکاری یا غیر قانونی استفاده نمودن مبلغ‌های کردیتی محکوم شده است. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشباری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. او را بعد آن دستگیر کردند که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست وزارت مالیه را تنقید کرد که به شرکت امید 88 قرض داده است و مسئولان شرکت این قرض را بر نگرداندند. میرزا نبی خالقزاد برای رادیو صوفی رادیو آزادی دوشنبه.